سرم خاک کفیم اوی حسین است. فرض کنید یه روز خسته و کوفته از کار برمیگردید خونه، در میزنید، همسرتون در رو براتون وا میکنه، بهتون میگه که سید حسین جان مهمان داریم. شما ازش پرسجو میکنید که مهمان کیه؟ به شما برمیگرده میگه آقای امام حسین و حضرت عباس در پذیرایی منزل روی مبل نشستن و منتظر شما و خودشون خواستن که شما رو ببینن. این دو بزرگوار رو ببینید چی کار میکنید؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم چی کار میکنم. البته من سال هاست که با خودم خیال پردازی میکنم اگر ظهور از راه برسه امام زمان ببینم چه میکنم. شاید مثل همون باشه، نمیدونم واقعا چه اتفاق میفته. آقای امام حسین برمیگرده به شما میگه که حسینم، یک دعای مستجاب شده تو داری پیش من. شما از آقا چی میخواید و چه دعایی میکنید؟ امام زمان رو میخوام. من فقط سلامتی و تحصیل امر فرج امام زمان رو. چون من میدونم که سعادت بشر در اون ظهوره. یعنی من هم که خب بخشی از این بشریت هستم. با علم امروزتون کجای صحنه روز عاشورا میخواید باشید؟ من دلشو ندارم آقا، واقعا دلشو ندارم. من هیچ صحنه عاشورا نمیتونم ببینم. من بعد اجازه بگیرم زود برم جونم فدای امام حسین کنم. من نمیتونم با آقا بمونم. مثلا شما فرض کن ببینم قصه خورد پسرش شهید شد، قصه خورد علی اصغر شهید شد، قصه خورد حضرت عباس شهید شد. یه شعری دارم برای امام حسین و خودم دوست داشتم وقتی که از دنیا میرم این رو سنگ قبر من همینو بنویسم. بعد من همین شعر رو برای امام حسین میخوندم. تو کربلا شنیدم تنها شدی، تنهای تنهای تنها شد. کاش میشدم من فدایت، ساقی تشنگانت، حامی کودکانت، راهی کربلایت. آقا اومدن در منزل شما، با شما سلام علیک کردن، درد و دل کردن، صحبت کردید. لحظه خداحافظی هم فرا رسیده و آقا و حضرت عباس جلوی در منزل شما دارن با شما خداحافظی میکنن و میخوام برن. با این دو بزرگوار چطوری خداحافظی میکنید؟ من با بزرگترم ادب به خرج میدم آقا و در نهایت ادب اون شکلی که دست رو سینه میذارن آقا اصلا اوامری ندارید، آقا خیلی بزرگواری فرمودید، خیلی مشرف فرمودید، امری با شما خدمتتون باشیم، به این شکل. تا اونجا هم که ایشون اجازه فرمان محضرشون میرم، مشایعتشون میکنم. اینها صحنه‌های آشنایی هست، از آقا میخوام که اون لحظات آخر که فرمودید که خداحافظ اینها که یه توجه امامانه ما بفرمایید، انشالله ما نقص هامون رو جبران کنیم، شبیه امام حسین بشیم. از امام حسین لحظه آخر میخوام که آقا جان یه توجه ما بکنید. ما این همه عمر کردیم هیچ کاری برای خدا نکردیم، یک کار برای خدا بکنیم. این اون چیزی هستش که ما از امام حسین لحظه آخر درخواست میکنیم.